خوشبختانه ما امروز شاید جام پلیس بانوان بودیم که از کمیته ملی المپیک حرکت کردیم و به بند کرغه اختتام یافت. تعداد ورزشکار 25 بودن، از 4 ولایت اشتراک کرده بودند که مقام اول از ولایت فاریاب یلدوز هاشمی از آن خود کردند. مسابقات باسکتبالی هدف شد نیستن رشد باسکتبال را یا رشد به ورزشکارا دادن، هدف جوانا را پیام دادن که از مایشیات یا نشاور استفاده نکنند و حمایت از نیروهای امنیتی و در پالوی از اینکه ورزشکارای ما مسابقه همینجا مسابقه برشان برگزار کنیم تا آماده مسابقات بیرون از افغانستان باشند. امروز مسابقه که تحت حمایت نیروهای امنیتی گرفته شده بود تا در این مسابقه مورد محوله بگیرم. در این مسابقه به تعداد 25 نفر از بانوان از ولایت‌های مختلف افغانستان اشتراک کرده بودند که به خوبی و خوشی به اتمام رسید. امیدواریم که این مسابقات با سطح بالاتر برگزار شود تا میتونیم تجربه خود از این مسابقات داخلی کسب کنیم تا بتونیم برای مسابقات بیرون مرزی آماده شویم که بخیر از مسابقات بیرون مرزی تجربه کسب نکنیم بلکه ما مدال بیاریم برای افغانستان.